گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 26. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. اصلاحات پولی کاتفیزی 2. از آخر عصر 19 در بین عالمان مسئله موردی محاکمه قرار گرفت که به اصلاحات پولی کاتفیزی 2 دخل داشت. کاتفیزی 2 اولین شاه کوشانیان بود که سیکه طلا ضرب زد و آن را به معاملات برآورد. وزن هر یک سیکه برابر به 8 گرم بود و محض همین وزن سیکه ها باعث بحث یک گروه عالمان گردید. عقیده معمول آن بود که گویا وزن تنگه های طلایی کاتفیزی 2 در اساس معیار وزن تنگه های ریمی، مخصوصاً تنگه های طلایی زمان امپراتور اوگوست مقرر شده بود. اما اکادمیک بابا جان غفورov در نتیجه تحلیل و مقایسه سرچشمه های تاریخی، تحقیقات سیکه شناسی، این عقیده عالمان غرب را کاملا انکار می نماید. اولا از جهت خرونولوژی دوره ضرب شدن سیکه ها به هم موافق نمی آیند، زیرا تنگه های طلایی وزنشان قریب 8 گرمی در عهد اوگوست فقط از سال 19 تا سال 12 میلادی برآورده می شدند و بعدتر آنها از معاملات برآمدند و دیگر در خزینه های منسوب نیمه یکم عصر 1 میلادی دوچار نمی شوند. غیر از این، آن وقت در ریم فقط تنگه های رایج بودند که وزن آنها از وزن تنگه های کاتفیزی 2 کم بود و علاوه بر این مطلقا امکان ندارد که عهد کاتفیزی 2 به آخر عصر 1 پیش از میلاد راست آید. از این رو مؤلف تاجیکان عقیده د مکداول دایر به آن که نویگری های کاتفیزی 2 در این ساحه عیناً نسخه برداری قانون و قاعده ریم نبود و بوده هم نمیتوانست را پررد جانبداری می نماید. سببی در معاملات پولی کوشانیان رایج شدن تنگه های طلا پیش از همه طلبات تجارتی بین المللی بود. به اندیشه و زیمل نیاز به سیکه‌زنی تنگه های طلایی از 2 عامل وابسته بود. اول، تمام شدن نقره در کانهای نقره و دوم، برای احتیاج سیکه خانه ها به قدری کافی جمع نشدن مقدار ضروری نقره. درست‌تر آن است که تأثیر هر 2 عامل به نظر گرفته شود، زیرا این عامل‌ها وابسته به دوره‌های گوناگون تاریخی و شرایط تغییر یابنده سیاسی و اقتصادی وابسته می باشند.
همین طور پس از سقوط دولت یونان و باختر، اصلاحات پولی کاتیزیدو یک دیگرگونی صفتی می باشد که به طفیل انکشاف و دیگر گشتن شرایط سیاسی و اقتصادی و رونق و پیشروی سیکه‌زنی و معاملات پولی به عمل آمده. کنیشکا و رونق دولت کوشان. دوره بالاروی و رونق دولت کوشانیان می نگارد بابا جان غفوروف طبق معلومات موجوده سرچشمه های خطی و مدرک های باستانشناسی به سالهای حکمرانی شاه کوشان کنیشکا راست می آید. دایر به تحلیل نام این شاه در تحقیقات علمی اندیشه های گوناگون جای دارد، از جمله به اندیشه گ بیلی. قسم اول این نام از کلمه کن خورد جوان برآمده است و معنای تمامی کلمه جوانترین یا خوردترین است و به هنینگ هم این فکر را جانبداری نموده علاوه می کند که سوفیکس معنای دیگر دارد و ایوانوف باشد تکلیف می کند که سوفیکس تخاری و خودی کلمه مشترک فارس و تخاری می باشد. مسئله دیگر این دوره حکمرانی کنیشکا انیخترش خرونولوژی آن می باشد که از طرف آلمان سنه های نهایت مختلف از سال 78 سر کرده تا سال 278 میلادی پیشنهاد شدند. سیکه‌شناسان شوروی و خارجی سنه های بعدتر و یا نسبتاً بعدتر را پیشنهاد می نمایند. انیقتر آن است که دوره حکمرانی کنیشکا نکم از 23 سال دوام یافته. در این دوره حدود دولت خیلی وسیع گردیده ملک های هندوستانی پنجاب، کشمیر، سیند، اوتار پردیش در شرق تا خودی بنارس در تحت حاکمیت کنیشکا بود. پایتخت دولت شهری پروشاپور پیشاور حاضره محسوب می یافت. اما حدود دولت کوشان در دوره کنیشکا با یک خودی شامل هندوستان محدود نشده قریب تمام افغانستان، بسیار ناحیه های آسیای میانه و ترکستان شرقی را در بر می گرفت. در یک سرچشمه خطایی آمده است شاهزادگانی که در کشورهای غربتری خطای بودند به کنیشکا اطاعت داشتند و به این پادشاه گروی های خود را می فرستادند. در کتیبه ساسانی شاپور یک در کعبه زردشت که منسوب به سال 262 میلادی است گفته می شود که طول کوشان شهر تا پیشور کاش، قاشغر یا کش، شهر سبز، سوغد و حدود چاچ بود. بازیافت‌های باستانشناسی نیز امکان می‌دهند که با کمال اطمینان گوییم که ناحیه‌های جنوبی تاجیکستان امروزه از جمله پامیر و ازبکستان امروزه اینچنین وادی زرافشان بیشک در هیئت دولتی کنیشکا بودند. در دوره بالاروی و رونق دولت کوشانیان فرغانه و ناحیه‌های میاناب دریای سیر هم در زیر تأثیر این دولت بود. دایر به تابعیت خوارزم و ترکستان شرقی فکرهای گوناگون جای دارند. مخصوصاً ادعای موجود بودن خوارزمی کوشانی الحال اساسی مستحکم ندارد. دایر به ترکستان شرقی باشد حتی سرچشمه های خطایی اعتراف می نمایند که این مملکت مدت در هیئت دولت یوجی ها یعنی کوشانیان بود. اول در بین کوشانیان و خطای خونها رابطه دوستی جای داشت، ولی وقتی خنی ها با راه خیانت هیئت سفارت کوشانیان را به حبس گرفتند مناسبت ویران گردید و جنگ های بسیار به وقوع آمد. در ابتدای عصر دو ایره نو به کوشانیان میسر شد به تخت سوله قاشغر والی خود را شنانند و حاکمان این مملکت را تابع خود کنند. به تابعیت کنیشکا گذشتن تریم نام
ولایت ترکستان شرقی و هم غلبه در غرب با پارتها را در سرچشمه های هندی با نام کنیشکا علاقمند کردند. همین طور تحلیل ها نشان می دهند که کنیشکا توانست نه فقط خاک دولت خود را وسعت دهد، بلکه به کلانترین دولت های همسایه خود نیز ضربه های سخت زند. از روایت های تاریخی مخصوصاً بودایی برمی آید که کنیشکا سرپرستی با اعتماد دینی بودایی بود و خودش نیز به همین دین گرویده بود. کنیشکا بنا و انشاءات‌های سرشماری آیین بودایی، ستوپه ها، ویهارها و غیره را ساخت. حتی روایت هست که انجمن سیوم بودایی محض با تشبس او جمع آمده است. ابو ریحان بیرونی نیز خبر می‌دهد که کنیشکا در پشاور کنیکجیتیا نام معبد ساخته بوده است. دلیل جالب دیگر آن است که یکی از نیاکان کنیشکا، شاه کوشان ویما کدفیز، در تنگه های خود فقط یک خدای هندوها شیوا را تصویر میکرد، ولی در تنگه های کنیشکا و وارثش خوویشکا رسم این خدا در بین رسم های 30 خدای دیگر جای نظرناگیری دارد. رسم بودا، کتیبه بودا و بودا شکیمونی در بین رسم این خداها نیز هستند. برابر این در تنگه های کنیشکا عکس خداهای دیگر، خداهای انتیقی و زردشتی از جمله خدای غلبه و باد و ارترنگا، اناهیتای مشهور، خدای آفتاب و غلبه میترا، رمز ثروت و حکم پادشاهی فرا هم تصویر شدند. عالمان تا حال به یک عقیده نآمدند که این سر خدایی انعکاس افزای حقیقی دینی کوشانیان است یا سبب آن هدف سیاسی می باشد، یعنی با همین راه طبقه های گوناگون دولت بیکنار کوشان را دلگرم کردنی بودند. جالب باز آن است که محض در عهد کنیشکا بار اول در تنگه ها به زبان باختری نه یونانی نوشتجات پیدا شد که با نمود کوشانی خط یونانی اجرا شده بود و این نویگری مین بعد هم در تنگه های کوشانی استفاده می شد. در مجموع اکادمیک باباجان غفوروف خلاصه می نمایند که در دوره حکمرانی کنیشکا در ساحه فرهنگ معنوی دیگرگونی های کلان به وقوع آمد. در برابر خیلی آزاد بودن دیگر دینها، دینی بودایی اعتبار بیشتری پیدا کرد. زبان باختری اهمیتی بیشتری پیدا کرد. به زبان رسمی یا خود به یک از زبانهای رسمی مبدل می گردد. هنرمندی و تجارت رونق می یابد و دولت کوشانیان به اوج اقتدار خود می رسد. تنزل دولت کوشان، کوشانیان و ساسانیان. اکادمیک باباجان غفوروف دوره های آخری موجودیت شاهنشاهی کوشانیان را تصویر نموده می نویسد که طبق معلومات سرچشمه ها پس از کنیشکا به سری حاکمیت وسیشکا می آید، اما در یگان تنگه های این دوره نام او ذکر نیافته است. در تنگه ها بیشتر نام خائرکا یا اساساً خائشکا در خط باختری آواز ش با ر افاده می شد ذکر یافته است. از این رو در تکیه به خبری کتیبه ها آن را خوویشکا می خوانند. خوویشکا زیاده از 30 سال حکمرانی کرده است. شاه دیگری که نیز مدتی طولانی دولت داری کرده است وسودیوا می باشد. در دوره وسودیوا در روی تنگه ها به جای عکس خداهای زیاد فقط رسمی شیوا آمده است. اگر دوره حکمرانی کنیشکا زمانی بالاروی و رواج دولت کوشانیان باشد، پس از او نشانه های زوال این دولت به میان می آید. یکی از عامل های آن تأثیر قوه های مرکزگریز بود، زیرا حدود دولت نهایت فراخ و ملک های گوناگون را فرا می گرفت.
عامل دیگر این قوت گرفتن خاندان ساسانیان و تدریجاً افزایش یافتن سیاستی ضبطکارانه آنها بود. این خاندان که در روی خرابه های دولت پارت سال 226 میلادی تشکیل یافته بود و امنیت دولت کوشانیان سخت تهدید می نمود. سالهای 40 عصر 3 میلادی شاه ساسانیان شاپور یک 242 272 و ملک‌های شرقی لشکر می‌کشد. در ابتدا به او میسر می‌گردد که ناحیه‌های دوردست سابق دولت پارت از جمله مرو و سیستان را تابع نماید. در کتیبه خود شاپور و وارثانش خود را شاهان سکستان، توریستان و هندوستان تا کرانه دریا نامیدند. همزمان در کتیبه کعبه زردوش 262 در قطار دیگر ناحیه‌ها کوشان شهر نیز آمده است و شاپور یک تأکید می نماید که حکمم رواست و همه آنها باج می دادند و اطاعت داشتند. این و دیگر دلیل ها را استفاده نموده محققان می گویند که کوشان شهر در هیئت دولت ساسانیان. سرچشمه های تاریخی نیز دایر به این مسئله خبرهای مختلف منظور می نمایند. از جمله طبری می نویسد که نخست از ساسانیان اردشیر یک، مرو، بلخ، خوارزم را تا حدود اقصای خراسان ضبط کرده است. شماره زیادی عالمان به این خبر اعتماد دارند، اما یک شهادت مأخذهای مانویه برخلاف این خبر است. معلوم است که مانی اساسگذاری مذهبی مانویه میانه های سالهای 70 عصر 3 واعظ را با نام مرعما به طرف ملکهای شرقی فرستاده بود. روایت هست که این واعظ از خراسان گذشته به حدود کوشان رسید و بعدتر به شهرهای زنبه و روچن قریبی بلخ رسیده است. خلاصه نابسته به اختلاف معلومات موجوده به ساسانیان میسر شده است که به کوشانیان ضربه سخت زنند و ملک‌های زیادی آنها را به دست دارند. اما تسخیر این ملک‌ها کی به وقوع آمد معلوم نیست. راه اساسی حل این مسئله به نظر ما پیش از همه در آموختن تنگه‌های کوشانی و ساسانی است. دایر به این مسئله گروه کلان آلمان از جمله ا کانینگم، ا هرسفلد، ا بیور، وگ لوکانین، ر گابل مشغول می باشند. طبق معلومات حاضره یک قسم تنگه های کوشانی مثل تنگه های ساسانی بوده. در آنها نوشتجات با حروف کوشانی و زبان میانه فارسی با آوردن نامی و سودیوه موجود است. همزمان در آنها واژه بخلا یعنی بلخ نیز آمده است. در زمینه این معلومات عالم شناخته هرسفلد تخمین می نماید که همه تنگه های به تنگه های کوشانیان شباهت داشته و از جمله تنگه های در آنها نام شهر نبوده در بلخ سیکه زده می شدند. اما به اندیشه بیور زرابخانه اساسی در قریبی های کابل واقع بود. غیر از این در مرو نیز زرابخانه‌ای وجود داشت و در بعضی تنگه ها نام های اردشیر، پیروز و راهرن و هرمزد ذکر شده است. به فکر وگ لوکانین این سیکه ها در دوام 100 سال از میانه عصر 4 تا میانه عصر 5 میلادی از نام شاهزاده های ساسانی ضرب شدند. در زمینه تحلیلی بالا اکادمیک باباجان غفوروف خلاصه می نمایند که روندی بر همخوری دولت کوشانیان کاری یکباره نبود، بلکه عملی بود که در مدتی طولانی با تأثیر سبب‌های بیرونی و داخلی به وقوع آمده است. با معلومات سرچشمه‌های خطایی در نیمه دوم یا انیقترش در آخر عصر 4 در قسم زیادی دولت پیشتره کوشان شاه سیدالله نام خطایی حاکم کوشانی کیداره حکم خود را جاری کرده است. در همین وقت یک قسم آسیای میانه را قبیله های نو آمده خیانی ها و بعدتر هیتالیان ضبط می کنند.
عموماً جنگ‌های پی در پی در دوام عصرهای 4-5 به وقوع آمده احوال آسیای میانه را وزنین نمودند. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتاری 26. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.